سوره ماعون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. أرأيت الذي يكذب بالدين آیا آن را که روز جزا را دروغ می شمارد دیدی؟ فذلك الذي يدع اليتيم او همان کسی است که یتیم را به اهانت یعنی خواری می راند ولا يحض على طعام المسكين و مردم را به طعام دادن به بینوا ترغیب می کند. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون پس وای بر آن نمازگزارانی که در نماز خود سهلنگارند یعنی در غفلتند. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آنان که ریاکاری می کنند و از دادن زکات سرکشی می کنند. ماعونه را که کنایه از زکات دانستند در آیت 7 آن آمده است. این سوره در مکه نازل شده و 7 آیت دارد.